سلام بر شما، با یک ویدیو دیگر در کانال کیوما هست. امروز یک آموزش دیگه داریم. مثلا شما اگر در ویدیو دیده باشین یا در عکسش دیده باشین که شما برای شما زامبی بلیجر تبدیل به بلیجر میکنن به راحتی و هیچ چی نمیشه. برای شما سوال که چی هست؟ خب یکی بریم برای شما آموزش بدم که بلیجر چگونه بتوانید با بلیجر و هیچ چی رقم است. برای شما سود داره یا نه اگر شما بخواید که بلیجر بیاید که بریم برای شما آموزش بدم که چگونه بتوانید اینجا تبدیل کنید. خب دیگه جای برفی که میریم برای شما خود می بازی آموزش میده. این تو خانه است. داخل بعضی از خانه ها تو برفی است. در جاهای بعضی یکی از خانه ها که است اینو تو خانه است. خب وقتی که جا بکنین اینجا آب بذارین فرچک ها گم میشه. بعضی زیر اینا یگان تایشون فرچک این تو جای مخفی است. خب مخفی که است شما میخواین که به ایران سعی کنین میباین که همیشه از باز داخل میرین. من مثل ما که میرم داخل که رفتم اینو دو جای است. دو جای یک بلیجر است درسته و یک بلیجر دیگه است که زندانی شده. برای شما آموزش میده که چگونه بتوانین اینو تبدیل بکنین. بیاید که بریم برای شما آموزش بدم. خب این تو یک صندوق است. داخل از یک دو دانه مجون شاید باشه نباشه. من نمیفهمم مثلا دیدی که خودم کشف کردم یک مجون است. درست میکنیش از اینجا میگیریش. این تو مجون میگیرید اینجا میزنید زیر نشته سکل زیر گردن اپل میتیشه. هر چیز که از زیرش نشته میشه شما باز بگیرین و پیدا کنین. خب یک گردن اپل میتیشه صبر میکنین و صبر میکنین. خب صبر بچه‌ها یک چند دقیقه صبر کنین. هر چیز در کار در زودی نمیشه. ایران برای شما سود هم داره. اگر شما بخواین که تبدیل بکنین برای شما سود داره. سودش در آخر بازی یادمی وقتی که تبدیل به دیگه شد برای شما نشان میدم که سود از چی هست. خب سود از یک دقیقه صبر کنین. سود صبر تبدیل شدن بسیار دیر است. تبدیل شدن از این تبدیل شد. دیدین که تبدیل شد به بلیجر عادی. خب الان که یاد گرفتین چگونه تبدیلش کنین. الان برای شما چی سود داره. سودش که بیاین وقتی که شما میخواین از توسط امرالد میخواین که از پیش از اینا چیز کنین. امرالد دارین میخواین از پیش از اینا چیز بخرین. بیایی که برای شما بگویم امرالد میگیرین. مثلا کریدیت این یک ویدیو دیگه است که کریدیت چی هست کریدیت چگونه کنین. یک ویدیو آموزش دیگه هست برام سعی کنین بعد از این ویدیو کریدیت. وقتی که شما میخواین از این چیز بخرین امرالد برای شما مثلا 9 دانه امرالد از یک دانه میگیره. برای حال از شما 30 دانه میگیره. مثلا 24 دانه میگیره. 18 دانه میگیره. این رقم برای شما چیزهای شکل میفروشه کم میفروشه. که من میخرم کم بخرم 3 دانه امرالد یک دانه دیگه به راحتی. سودش اینمی است که شما بخواین رو تبدیل بکنین برای شما چیزهایشون ارزان میتونه. نوت امرالد است. ما یاد گرفتیم که چگونه بتونید درست کنین. لینک خواب بچه‌ها لایک و سابسکرایب از یادتون نره. ویدیو ما داره تمام میشه. بتونید تا دیدار بعد خوبتر آموزش های ما رو یاد بگیرید.